أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب العلمی، یعنی کتاب در مسئله علم. اولین باب در زیر کتاب علم، باب فضل العلم تعلما و تعلیما لله تعالی، یعنی باب در مسئله فضیلت علم، یاد گرفتن علم و آموزش آن به خاطر الله تبارک و تعالی. یعنی که فضیلت یاد گرفتن علم و یاد دادن علم فقط به خاطر رازگی الله جل جلاله. پس در زیر این باب امام نووی رحمه الله 4 آیت و چند از حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد می‌گرداند. اولین آیت که امام نووی رحمه الله در فضیلت علم می‌آورد میگوید قال الله تعالی، الله جل جلاله در سوره طه آیت 114 میگوید و قل رب زدنی علما، و بگو پروردگارم بیفزا در علم من، یعنی علم من را، دانش من را زیادتر بکن و افزایش ببخش ای الله جل جلاله. پس زیاد شدن علم فضیلت بیشتر دارد، زیرا اینکه و قل رب زدنی علما این برای پیغمبرا بود. حتی پیغمبرا با اون فضائلی که داشتن الله جل جلاله براشون گفت که ای پیغمبران شما بگوید که رب زدنی علما، پروردگارا علم من را زیاد بکن، زیرا اینکه علم زیاد دلالت بر فضیلت زیاد بودن یا به دلالت به افضل بودن اون شخص میکند. پس این اولین آیت در زیر فضیلت علم، یعنی علم داری برای پیغمبرا حتی با اون درجه‌ای که دارن علم داری فضیلت داشته باشد، برای غیر پیغمبران به طریق اولا علم داشتن فضیلت دارد. و دویم آیتی که امام نووی رحمه الله درباره فضیلت علم میآورد میگوید و قال تعالی، الله جل جلاله در سوره زمر آیت 9 میگوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی بگوی پیغمبر آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند آیا اونها همه برابر هستند؟ آیا برابر هستند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ یعنی اهل علم با جاهل آیا برابر هست؟ آیا دانشمند با غیر دانشمند برابر هست؟ این را استفهام انکاری میگوید. استفهام انکاری یعنی که نه، برابر نیست. الله میگوید هل یستوی الذین یعلمون، یعنی آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ پس جواب همین است که نه، برابر نیست. کسانی که میدانند بالاتر هستند از کسانی که نمیدانند. این دویم آیت درباره فضیلت علم و دانش. و سومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این کتاب علم، در زیر فضیلت علم می آورد میگوید و قال تعالی، الله جل جلاله گفته است در سوره مجادله آیت 11 یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله جل جلاله میگوید یرفع الله الذین، یعنی که بالا میبرد، بلند میکند الله کسانی را که ایمان آوردن و کسانی را که اوتوا العلم براشون علم داده شدن درجات، یعنی بالا به درجه ها میبرد، جایگاه های بلند و مرتبه های بلند الله جل جلاله مؤمن ها و کسانی که علم دارن جایگیرشان میگرداند.
یعنی کسانی که ایمان است، اهل ایمان است و کسانی که با علم دارند، دانش دارند، دانشمند هستند، درجات، جایگاه و مرتبه های بالا دارند. این سومین آیت برای اهل علم که درجه هایشان بالا و درجه هایشان، جایگاه هایشان بلند می باشد. و بعد از این چهارمین آیت، آخرین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر فضل علم می آورد، میگد و قال تعالی، الله جل جلاله گفته است انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط و فقط می ترسند از الله جل جلاله بندگان عالمش، یعنی فقط و فقط بندگان دانشمند الله جل جلاله از الله جل جلاله می ترسند. یعنی هر کسی را که چی قدر علمش بالاتر شد، چی قدر دانشش افزایش پیدا کرد، همان قدر ترسش و تقوایش زیادتر شدن میگیرد. ببینید که الله جل جلاله گفت انما یخشى الله، یعنی که یخشا گفت، نگفت که یخافو. یعنی که خوف از خشیت فرق دارد. یعنی خوف، انسان از یک چیز میترسد اما اون را بزرگ نمیشمارد، بزرگش تعظیمش نمی کند. مثلا از مار بسیار مردم میترسند و از شیر انسان ها میترسند، از درنده ها انسان ها میترسند. آیا بزرگش میشمارند؟ نه، بزرگش نمیشمارند، تعظیمش نمیکنند. پس این را در عربی میگن خوف. اما خشیت ترسی با تعظیم است، ترسی با تعظیم. ترسی با تعظیم فقط لایق و سزاواری الله جل جلاله است، فقط و فقط لایق و سزاواری الله جل جلاله است که انسان ترسی با تعظیم داشته باشد نسبتش. الله برای خاطر گفت که انما یخشى الله، نگفت انما یخافو. یخافو نگفت، بلکه گفت یخشى، یعنی که ترسی با تعظیم دارند از الله جل جلاله فقط و فقط عالم ها و دانشمندان و صاحب علم ها. این بود سوره فاطر آیت 28. این چهارمین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر کتاب علم و فضیلت علم بیان کردن. با همین آیت ها به آخر رسید. اکنون میگذاریم در قسم حدیث ها. اولین حدیث کتاب علم، امام نووی رحمه الله میگوید در زیر حدیث 1375 کتاب ریاض الصالحین، اولین حدیث کتاب علم، اما حدیث 1375 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله میگوید و عن معاویه رضی الله عنه قال، یعنی از معاویه رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، یعنی هر کسی ده که الله جل جلاله خیر بخواهد، الله سبحانه و تعالی برای هر بندهش خیر بخواهد، یفقهه فی الدین، الله سبحانه و تعالی اون بنده را دانشمندش میگرداند در دین. یعنی علم دینی را الله سبحانه و تعالی برای اون بنده نصیب و میسر میگرداند. تفقه در دین چی است؟ تفقه در دین، آیا یک انسان 100 کتاب و 200 کتاب و 1000 کتاب دینی را بخواند و 100 کتاب دینی را حفظ بکند اما عمل نکند، آیا اون را می شود فقیه در دین بگوییم؟ نه. فقیه در دین کی است؟ فقیه در دین همون انسانی هست که آن چیزی که میداند با اون عمل میکند، آن چیزی که یاد میگیرد با اون عمل میکند. این را میگویند فقیه در دین. پس الله جل جلاله هر بندهش را بخواهد فقیه در دین میگرداند. همون زمانی که فهمید که این حلال است با اون
چنگ میزند، همون زمان فهمید که این حرام است، از اون دور میشود و الله سبحانه و تعالی در علمش افزایش میبخشد و یکی از فقیهان بزرگی دینی میگردد اگر که با این صفت باشد. اما هر کسی که 10 کتاب و 20 کتاب و 100 کتاب دینی را اگر حفظ بکند، اگر متقن باشد، اگر همه کتاب را حفظم بداند، عمل نکند، اون انسان هیچ فضیلت هم ندارد، اون انسان هیچ ارزش هم ندارد، اون انسان هیچ خیر در اون انسان وجود ندارد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1375 کتاب ریاض الصالحین. و بعد از این حدیث 1376 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1376 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا حسد الا فی اثنتین، یعنی رشک بردن، غیبت خوردن جایز نمی باشد مگر اینکه در دو چیز، در دو حالت و در دو خصلت. در دو حالت جایز است که انسان حسد ببرد، رشک ببرد، غیبت بخورد، جایز و درست می باشد. رجل، اولین حالت، رجل آتاه الله مالا، مرد را میگوید الله سبحانه و تعالی براش مال داده است، یک انسان را الله سبحانه و تعالی ثروتمند گردانده است. فسلطه علی هلکته فی الحق، و الله سبحانه و تعالی همتش داده است، مسلط گردانده است این انسان را برای خرج کردن مالهایش در راه حق، در راه درست. یعنی مرد را که الله سبحانه و تعالی مال و ملکش داده است، ثروتش داده است، بالای این مال و ملک دادنش الله براش همت داده است که این مال دادگی که الله براش داده است در راه درست صرفش میکند، در راه حق صرفش میکند، در راه حق انفاقش میکند. پس نسبت به این رجل، نسبت به این مرد حسد خوردن جایز است، یعنی غیبت خوردن جایز و درست می باشد. این یکمین مرد. و دومین مرد: و رجل آتاه الله الحکمت فهو یقضی بها و یعلمها. و دوم حالتی که غیبت خوردن و رشک بردن جایز و درست است، مردی که الله سبحانه و تعالی برایش حکمت دادگی است. یعنی که مقصد از حکمت یعنی چی؟ یعنی معلومات دینی، علم دینی الله جل جلاله براش داده است. فهو یقضی بها، پس همون مرد حکم میکند به همین علمی که الله براش داده است، یا عمل میکند به همین علمی که الله سبحانه و تعالی براش داده است. و یعلمها، این علمی که الله سبحانه و تعالی برای اون مرد دادگی است، اون علم رو این مرد برای مردم تعلیم میدهد، یعنی مردم در مردم صرفش میکند، مردم را می آموزاند، حلال و حرام را، احکامات دینی را، اون چیزی که میداند از دین اون را برای دیگرها میرساند. پس این مرد، نسبت به این مردم غیبت خوردن یا رشک بردن، حسد بردن جایز و درست است. پس حسد بردن در مال یک شخص جایز نیست. یعنی که ما حسد داریم، حسد حرام است. اون حسد چی است؟ یا حسد، فرق بین حسد بردن و فرق بین غیبت در چی است؟ حسد اون است که الله سبحانه و تعالی برای یک انسان مال و ملک داده است. یک انسان میگوید که ای کاش که الله را مال و ملک نمیداد، حسد میبرد، میگه ای الله سبحانه و تعالی کاش که را مال و ملک نمیدادی. یا یک انسان را الله سبحانه و تعالی ما علم داده است که اون انسان در راه دین خدمت میکند، در راه دین زحمت میکشد، بگیم یکی از دانشمندان شدگی است. و کسانی که حسد دارن میگن که ای کاش که الله را علم نمیداد، یعنی به علم اون، به تدریس اون، به تعلیم اون، به آموزش اون، این انسان حسد میبرد، میگه ای کاش که اون انسان همین علم نمیداشت. پس این را حسد میگوین این حرام است، این جایز نیست، این درست نمیباشد.
اما غیبته خوردن، رشک بودن، حسدی که میگیم غیبته است، یعنی درست است و جایزه است، اون کدام نمود حسد است یا چی است اون این است که الله سبحانه و تعالی برای یک مرد مال داده است، اون مرد مالش را در راه دین صرف میکند، در راه حق صرف میکند، پس این انسان غیبته میخورد، میگه ای کاش که الله جل جلاله برای من مال میداد که به مثل اون مرد در راه الله صرفش میکردم. پس این طور جایز است، این طور حسد بردن جایز و درست است، این را میگن غیبته، این درست است. یا مثلا یک مرد الله سبحانه و تعالی براش علم و دانش دادگی است، اون در راه دین خدمت میکند، دعوت میکند، تدریس میکند، تعلیم میدهد مردم را، و در دل مردم محبت اون مرد جایگیر شده است که مردم دوستش میدارند. پس یک مرد دیگر بیاید غیبته بخورد، بگه که ای کاش که الله هم برای من علم میداد که به مثل این دعوت میکردم، به مثل این برای مردم حق را میرسانیدم، این جایز و درست است، این را میگویند غیبته. پس این طور تمنا کردن جایز است. اما حسد کنی که ای کاش که الله را مال نمیداد، ای کاش که الله را صاحب ماشین نمیکرد، صاحب خانه نمیکرد، صاحب عزت و احترام نمیکرد، این حسد است، این حرام است، این ناجایز می باشد. این حدیث متفق علیه است. و المراد بالحسد، امام نووی رحمه الله اکنون حسد را میگه مقصد در حسد الغبطه، یعنی غیبته هست. و هو ان یتمنى مثله، غیبته چی است؟ انسان مثل وی تمنا بکند. یعنی یک انسان رو میبینی که بسیار خیرخواه است، میگه ای کاش که الله مرا مال زیاد میداد که به مثل این مرد خیرخواه میشدم، صدقه میکردم و به مثل این مرد زکات میدادم و به مثل این مرد دست محتاجان و دست احتیاجمندان و فقیران را میگرفتم. این طور تمنا کردن جایز و درست است. یک انسان رو میبینی علمش داده است، الله تمنا کنی که الله ای کاش که برای منم علم داده که به مثل این من خدمت میکردم، این تمنا کردن جایز و درست است، این رو بگوین غیبطه. پس غیبطه جایز و درست است، اما حسد جایز و درست نمی باشد. مقصد از حسد گفتیم یعنی نیست و نابودی مال و دارایی و جاه و جایگاه اون را نبودنش را خواستن، یا هلاک شدنش را خواستن، یا از بین بردنش را خواستن، این حسد است، این در اسلام حرام می باشد. این بود حدیث 1376 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1377 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1377 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی موسی رضی الله عنه قال، یعنی از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سخنان زیبایش برای علم و دانش بسیار یک تمثیل زیبای میزند. ببینید میگوید مثل ما بعثنی الله به من الهدى والعلم، یعنی مثالی آن چیزی که الله سبحانه و تعالی با آن مرا فرستاد از هدایت و از علم و دانش، یعنی مثال دانش کمثل غیث، به مثل مانندی باران هست که اصاب ارضا، اون باران میگه به زمین رسید، یعنی به زمین بارید. اولین درجه علم و دانش میگه به مثل باران هست که به زمین بارید. فکانت منها طائفه طیبه قبلت الماء، پس میگه هست همون زمین، بعضی از همون زمین طائفه طیبه، یعنی یک گوشه و یک قسم زمین که طیبه است، زمینی حاصل خیز است. قبلت الماء، آب رو به خودش قبول میکند اون زمین. فانبتت الکلأ، اون زمین گیاه میرویاند. والعشب الکثیر، علفهای زیاد میرویاند. پس این اولین مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یعنی علم و دانش و هدایت را میگوید به مثل بارانی که به یک قطعه زمین حاصل خیز، به یک قطعه زمین بسیار حاصل میدادگی، وقتی که باران میبارد اون زمین این باران را به خودش قبول میکند، به خودش جذب کرده میگیرد. بعد که به خودش که گرفت
اون علف میرویاند، گیاه میرویاند، درختایی که در بالاش است اونها میسبزند. پس این اولین مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم برای علم و دانش. و کان منها، دویم قسم زمین میگه منها اجادب و امسکت الماء، یعنی که زمینی سخت است. دویم قسم زمین میگه زمینی سخت است. امسکت الماء، در خودش آب رو نگاه میداره. وقتی باران که میبارد اون زمین آب رو به خودش نمیکشد، نمیبرد، در خودش نگاه میدارد، در خودش نگاه میدارد. فنفع الله بها الناس، پس الله سبحانه و تعالی بهره‌مند میگرداند به وسیله اون آبی که اون زمین نگاهش داشت مردم ده. یعنی که الله سبحانه و تعالی نفع میبخشد به مردم به وسیله اون آبی که اون زمین نگاهش داشت. فشربوا منها، پس مردم از اون آبی اون زمین نگاهش کرد که با خودش فرو نبرد، مردم از اون آب می نوشند. و سقوا، و مردم زراعتگاه هاشون آب میدهند، میارن در درخت های پیش خانه هاشون مثلا آب میدهند. و زرعوا، و مردم از اون آب زراعت کاری میکنن. این دویم طایفه زمین که آب را در خودش نگه میدارد و مردم از اون آب استفاده میبرند. و سیم طایفه زمین، سیم گروه زمین، و اصاب طائفه منها اخرى انما هی قیعان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سیمین طایفه زمین یک نمود زمینی دیگری است که انما هی قیعان، یعنی هر آینه اون زمین زمینی شوره زمین است، زمینی همواره که پر از شوره هست، یعنی زمینی حاصل خیز نیست. لا تمسک ماء، اون زمین میگه آب رو در خودش نگاه داشته نمیتواند. به مثل زمین دیومی که گفت آب رو نگاه میکند مردم از اون استفاده میبرد، به مثل دیوم قسم زمین نیست، بلکه لا تمسک ماء، آب رو در خودش نگاه داشته نمیتواند. ولا تنبت کلعا، و همچنین گیاه در اون نمیروید، یعنی آب رو در خودش میبرد، فرو میبرد، جذب میکند، اما گیاه نمیروید. یعنی زمین شوره زمین است، زمینی بے حاصل است، اون زمین گیاه در خودش نمیرویاند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم سه نمود زمین را مثال زد. زمین اولش زمینی که باران در اون میبارد، اون زمین حاصل میدهد. دویم زمین زمینی سختی که باران میبارد، اون زمین آب را در خودش نگه میدارد و مردم از اون آب استفاده میبرند، اما اون زمین هیچ چیز نمیرویاند، آب فقط در خودش نگه میدارد. سوم نمود زمین زمین شوره زمینی که آب رو به خودش فرو میبرد، اما هیچ گیاه، هیچ چیزی در اون نمیروید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم سه نمود زمین را مثال زد. اکنون میگوید فذلک مثل من فقه فی دین الله، یعنی اون اولی نگفت فذلک، یعنی قسم اولی زمین که حاصل خیز است، مثال کسی است که میگه فقیه در دین الله میشود. فقیه در دین الله میشود یعنی چی؟ یعنی یک انسان دانشمندی دعوتگری خوب میشود، حلال و حرام رو میفهمد، توحید رو میفهمد، شرک رو میفهمد، بدعت رو میفهمد و ما برای و نفعه بما بعثنی الله به. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و فایده میبخشد به سبب اون انسان آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی به اون او را فرستاده است. یعنی به اون علمی که اون انسان دارد الله سبحانه و تعالی برای مردم فایده میرساند به علم این انسان. فعلم و علم، پس این انسان یاد میگیرد و به دیگرها می آموزاند. اول خودش یاد میگیرد، بعد به دیگرها میرساند. پس این انسان افضل ترین است، همون زمینی حاصل خیز است. یعنی باران بارید، یعنی علم گرفت این انسان و گیاه را رویانید، دیگرها از اون استفاده بردن. پس این انسان علم گرفت، حلال و حرام دیگرها را دعوت کرد، برای دیگرها رسانید. پس این انسان حاصل خیز است، این انسان پر از خیر و برکت است. یکمین طایفه مردم. و اکنون پیغمبر میگه و مثل من لم یرفع بذلک رأسا، یعنی که زمینی شوره زمین را میگه پیغمبر، میگه مثال کسی که و صفت کسی که
لم یرفع بذلک رأسا، یعنی به آن سر بالا نکرده است. مثال کسی که سر بالا نکرده است. ولم یقبل هدی الله الذی ارسلت به، یعنی مثال شور زمین به مانند همون است که سر بالا نکرده است. ولم یقبل، و همچنین نپذیرفته است، قبول نکرده است، هدی الله، راهنمودهای الله جل جلاله را، الذی ارسلت به، همون راههایی که میگه من آوردم، همون علم و دانش و حلال و حرامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من از جانب الله آوردم. هر کسی که اون را قبول نمی کند، هر کسی که در پیش اون حلال و حرام، در پیش اون توحید و شرک و بدعت سرخم نمی کند، پس اون انسان میگه به مثل انا همون شور زمین است که هیچ چیز را در خودش قبول نکرده است. یعنی که وحی آمده است، علم را فهمیده است، اما عمل نکرده است. پس اون انسان میگه به مثل انا همون شور زمینی به حاصل می باشد. این حدیثی متفق علیه است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث را بسیار به یک مثال زیبای برای ما و شما تقدیم کرد. یعنی که انسانیت را یا علم را یا انسان را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول زمین حاصل خیز، اون انسان علم را میگیرد به دیگرها میرساند، دعوت میکند. دوم زمینی که حاصل خیز نیست اما علم رو در خودش نگاه میدارن. عالما میگن اون انسان، یعنی زمین حاصل خیز به مثل عالم فقیه در دین است. یعنی حدیث را میگیرد، از اون حدیث استنباط میکند، از اون حدیث مسائل را میبرارد و آیت را میگیرد، از آیت مسائل را میبرارد، فواید را میبرارد، برای مردم میرساند. این انسان میگوید مثل انا همون زمینی حاصل خیز است. اما اون زمینی که آب را در خودش نگه میدارد و اما حاصل نمیرویاند، اون میگه همون راویای حدیث است که حدیث را حفظ میکنن، نگاه میدارن و میارن به دیگرها میرسانن و عالم ها از اون حدیث میگیرند و استنباط میکنند، اما خود راوی حدیث اگه چیزی استنباط کردن نمیتواند. بعض راویای حدیثی که داریم اونها اصلا استنباط کردن نمیتوانند، اما همون حدیث با لفظش از یاد کردن، حفظ کردند و خلاص. پس اون میگه به مثل همون زمینی خشک است که نگاه میدارند علم را اما استنباط کردن نمیتوانند. پس علما اون علم را میگیرن، استنباط میکنن، چرا که زمینی خشک آب را نگه میدارد. پس زراعتکاران اون را میگیرن میبرن در زمیناشان زراعتکاری میکنند. پس انا همین طور این انسان میگه حدیث را میگیرد و علما این حدیث را از این انسان گرفته استنباطش میکند. این دویم طایفه مردم. و سوم طایفه مردم همون کسانی هستند که علم را میگیرند اما عمل نمیکنند، یا جاهل میمونند، بی سواد میمونند. علم را یا میگیرند و عمل نمیکنند یا جاهل و بی سواد میمونند. پس کسانی که علم را میگیرند و عمل نمیکنند به مثل انا همون چی است؟ انا همون شور زمین است. مثلا آمده است 5 سال 10 سال تعلیم علم گرفتگی است، نه دعوت دارد و نه تدریس و نه هیچ چیز. بعد از 5 سال تدریس به آخر رساندن تمام علم خواندگیش فراموش میکند. یک انسان جاهل، یک انسان بی سواد میگردد. یعنی که اگر که علم تدریس نداشته باشد، دعوت نداشته باشد و رساندن نداشته باشد، انسان فراموشش میکند. متاسفانه در این زمان بسیار دشوار، حتما دشوار هست، اما از زمانش تعلیم دین و دعوت در راه دین دشوار بود. بسیار کسان میان 10 سال و 15 سال و 20 سال تعلیم میگیرند، بعدی 20 سال میروند یا در استرایک هستند یا در تاکسیستی هستند یا در راهی هستند که علم رو دیگر فراموش کردن. اون 20 ساله که خواندن فراموش کردن، اون 15 سال و 10 ساله که در راه تعلیم صرفش کردن اون رو دیگر فراموش کردن، رفتن با کارهای مشغول شدن که هیچ ربط به علم، هیچ ربط به تعلیم و تدریس ندارن. متاسفانه الله سبحانه و تعالی اون جوانهایی که این صفت را دارد الله سبحانه و تعالی بیدارشون گرداند که رو بیارن به دین، رو بیارن به اون منهجی که به اون 5 سال 10 سال 20 سالشون که صرف کردن در راه تدریس، اون راه را برای خود کسب قرار بدهند. یعنی که اون راه را شغل اساسیشون قرار بدهند که دعوت و تدریس داشته باشند. پس مثال زدن برای تعلیم و تدریس بسیار زیبا هست. چی طوری که در اینجا دیدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان هایی که علم میگیرند را به 3 قسم تقسیم کرد: زمین حاصل خیز،
انسان هایی که علم میگیرن، تدریس میکنن، دیگر را دعوت میکنن. و زمین بی حاصل، یعنی زمین شور زمین، کسی که علم را میگیرند و عمل نمیکنن، پروا ندارن. و دویم زمینی که سخت است، آب را نگه میدارند و دیگرها استفاده میبرند، به مثل راویان حدیث. و الله جل جلاله همچنین در سوره عنکبوت میگوید در آیت 43 که و تلک الامثال نضربها للناس. الله سبحانه و تعالی میگه در بسیار مثلا ما برای شما مثال ها میزنیم، مثال میزنیم. به خاطر چی؟ و ما یعقلها الا العالمون. و نمیفهمند، درک نمیکنند مگر انسان های عالم. یعنی عالم ها درک میکنند که با مسئله را با مثال بیان کردن بسیار مفید است، بسیار فایده‌ناک است، بسیار فایده بخش است. پس جایز است، چطوری که الله هم در قرآن برای بیان یک مسئله برای ما و شما مثال میزند، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بیان یک مسئله، چطوری که در این حدیث دیدیم، در حدیث 1377 کتاب ریاض الصالحین دیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال زدن. پس مثال زدن بسیار زیبا است، بسیار خوب است، بسیار فایده بخش می باشد. این بود حدیث 1377 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1378 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث 1377 حدیث متفق علیه بود. بعد از این حدیث 1378 کتاب ریاض الصالحین ان شاء الله این حدیث 1378 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان. با همین درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. الله جل جلاله یکایک ما و شما را به مثل آن زمینی حاصل خیز گرداند که هر آنچه که از دین میدانیم برای دیگرها برسانیم و دیگرها را تعلیم و تدریس و دیگرها را بیاموزانیم حلال و حرام چیست. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.